برادران الاسلام، ما و شما در جمعه قبل از ماه مبارک رمضان قرار داریم. بسمی همه شما برسانم. روز سه‌شنبه هفته جاری جلسه شورای علما برگزار گردید و در جلسه شورای علما مسئله آغاز ماه مبارک رمضان خیلی بحث و بررسی شد و همزمان فکر و اندیشه و خلاصه انستیتوت استرافیزیکی نزد اکادمیای ملی جمهوری تاجیکستان گرفته شده بود. خلاصه اونها وجود داشت. با بحث و بررسی زیاد و سنجش ها و مهنت زحمتی زیاد، اعضایان شورای علما که شما میدونید عبارت از 25 نفر عالمان معتبر جمهوری هستند و قرار آمدند که روز پنجشنبه رمضان است و روز چهارشنبه شب پنجشنبه انشالله تراویح میخونیم و ختم قرآن است. این ماه بسیار الحمدلله ما و شما باید شکر بگوییم که خداوند عزوجل تا امروز این روز جمعه و خدا کنه تا رمضان باشیم و این رمضان را با کمال آداب و کمال تواضع و با کمال اخلاص اعتقاد انشاءالله این ماه مبارک رمضان را روزه بداریم. سبب مغفرت گناه، عزت و برکت و سعادتی دنیا و آخرتمان می باشد.